آقای فرزاد. بله بله. سلام علیکم. خواهش میکنم. من فقط میخواستم که عرض کنم که یکی از دلایل عمده که من اسلام که از مادر پدرم برای من میراث رسیده بود ایرا ترک کردم، خواندن قرآن بود، قرآن نامبین. واقعا برای اولین بار در زندگی خود با قلم و کاغذ گرفتم، خواندم و آیات را که در نظر مشکوک بود بیرون کشیدم. یک وقت با 200 300 آیات جمع شد و 3 آیاتی که مرا مطلقاً قناعت داد که این یک کتاب به نهایت خطرناک برای بشریت است و فقط اعراب ایره برای کشورگشایی ترتیب دادن به این شکل که می قمانده های کردن، امی اوامر که به نام خدا یا جمع آوری کردن. می فقط 3 آیاتش به نهایت واضح است که تقریبا اصلش هم در سوره 9 یا سوره توبه است که یکی می آیت 28 است که میگه که برادر کسی که مسلمان نیست نجس است. نجس، شما فکر کنین که 6 میلیارد انسان نجس میگه و دیگهش میگه که برادر از هر انسانی که برادر مسلمان نمیشه تو جزیه بگید. و آیت 123 آدم بخی قناعت میده که برای جنگ جور شده. آیت 123 را اگر اجازه بدن دوستان ما بخونم. بفرمایید، نوبت شماست. این آیت 123 بر من چندین نگاه ارزش داره. اولی آیت هم میخونم: ای کسانی که ایمان آورده اید با کافرانی که نزدیکتانند، یعنی همسایه های شما هستند، بجنگید و آنان باید در شما شدت خشونت بیابند و بدانید که الله با پرهیزگاران است. این یک آیت است که مستقیما پادشاهان و بزرگای ممالک اسلامی را تشویق به حمله بالای همسایه هایشان میکنه. اما تو که یک مسلمان امر میکنه که تو در کدام دین شما بر ما بگید که گفته شده باشه دین بگه که تو سر همسایه حمله کن؟ سر همسایه باید در وجود تو خشونت ببینه. و دلیل که شاه محمود غزنوی ما که یک پیش ما یک قطع طریق پیش نبود، هر بار که سر هندوستان تعرض میکرد و اینم که نادر افشار که تعرض میکرد، اینم که خالد بن ولید که تعرض میکرد و تمام کسا دیگه، ما چی خطر بودیم برای که 6000 کیلومتر آمدن ما سر ما تعرض کردن با قیس بن وایس خود در افغانستان. این شاید شمشیری که امروز در کابل دفن است. چی میکرد؟ ما چی خطر بودیم؟ ولی اینمی آیت مشابه قضیه است و برای من بنان اسلام یک دین برای آرامش بشریت نیست، فقط دینی است که میخواهد دنیا را فتح کنه و امروز در اروپا میخواهد به زور تولدات، به زور بی‌حیایی خود از 10% بالا بکشه. شما بگذارید هر اجتماعی که اسلام از 10% بالا میره دیگه و اجتماع روی آرامش دیگه نمیبینه. برداشت من نظر من معذرت میخوام که اگه سر کس بد بخورم فرق نمیکنه. تشکر. ممنون از خودت عزیز. خانم مهاتی شما ببخشید، بفرمایید، نوبت از شماست. ما در اختیار شماست. سپاس از اینکه به من وقت دادین و درود خدمت تمام دوستانی که در این روم حضور دارن، به خصوص خانم دکتر بابک خیلی دوستشون دارم، آقا پویا و بقیه دوستانی که اینجا حضور دارن و من از نظراتشون استفاده میکنم. راجع به تایتل رومتون، تعریف شما از اسلام، من وقتی خودم کوچیک بودم تجربه خودم رو میگم که به خاطر تعصبی که مادرم نسبت به این که دختر باید قرآن بخونه تو خونه هر صبح زود منو بیدار میکرد، من از آیه قرآن میترسیدم وقتی میخوندم، چون همش مثلا میگفت یا ایها الکافرون و قاتلون. از این یعنی آیه رو که میخوندی یه حس وحشت و حس ترس من در بچگی داشتم از قرآن. و بعد این دیگه برای ما چیزی نیست، چون همیشه ما از این که اگر کار بدی انجام بدیم همیشه مجازات، یعنی ما با دینی سر کار داشتیم که همیشه انتظار تنبیه، مجازات، به خصوص دختر که بودی منتظر بودی که اگه به یه پسر نگاه کردی تنبیه بشی چون خدا فلان نمیکنه، بهمان نمیکنه، گناه کردی. یعنی تجربه من از دین اسلام اینه. و بعدم دوستان عزیز، وقتی که در قرآن شما 17 سوره فقط درباره جنگ داریم، 400 آیه در رابطه با جهاد در راه خدا داریم و میگه که یکی از واجبات در اسلام جهاد در راه حق است. یعنی این چه دینیه من تعجبم که فقط اومده برای آدم کشی، برای کشتن اومده. مقدسه؟ آیا این واقعا دین مهربونیه؟ نمیخوام وقت زیاد بگیرم ولی یه چیزی رو نظر خودم میخوام بگم. نظر من راجع به دین اسلام، به نظر من دو نوع اسلام یعنی میبینی اسلامی که اجرا میشه در جوامع اسلامی و در بین کسانی که مسلمان هستن و یا بودن، و اسلامی که مبلغین تعریف میکنن یه اسلام ملایم، دوست داشتنی، محبت است، فلان است. و ما همیشه با این دوتا در رابطه ایم. اگر اسلامی که ازش انتقاد کردی فوری اعدام میکنن، سنگسار میکنن، اون